بارها و بارها گفتم که گوشی موبایل بازی‌های کنسولی رو نمیتونه اجرا بکنه. آقا اونقدر سخت افزار نداره. تاکید میکنم بازی‌های کنسولی، نه مثلا کال آف دیوتی موبایل، سابوی. ولی اپل برای آیفون 15 پرو مکس رزیدنت اویل 4 رو آورد، اساسین میراج رو آورد. من همه این بازی‌ها رو بازی کردم. بچه‌ها بالای 30 FPS محاله بدن. آیفون نهایت قدرتش رو داره استفاده میکنه و گوشی و دهنش رو داره سرویس میکنه. چون اپل ادعا میکرد که این گوشی برای گیم خیلی خفنه، باتریش توی 10 ماه شد 94% و همینطوری هم داره میره پایین اگر بیشتر باش گیم بزنم و به احتمال زیاد همین اتفاق هم روی 16 پرو مکس هم میفته. حالا هدف از این ویدیو چیه؟ آقا اگه میخواید بازی کنسولی بکنید یک رو گوشی نکنید، با یه نینتندو سویچ بخر، میخواید این برابر ببریش، خیلی ارزونه، خیلی هم خفنه. یا شما که قدرت دارید این همه پول به این گوشی بدید، هر سال میتونید یه بار PS4 بخرید، همون رنج نینتندو سویچ هم هست. یه پرفورمنس خیلی بهتر، بازیای خیلی بیشتر و از همش مهمتر گوشیتون رو به چخ نمیدید.